سلام، با یه گیم پلی دیگه در خدمتتونیم. بچه ها میخواییم بازی گنگستر نیو اورلینز از شرکت گیم لافت بازی کنیم تو گوشی، ببینیم که چجوری تجزیه تحلیل کنیم، یه ذره آموزش بدیم، معرفی کنیم این بازی بچه ها قبل خودش دوتا بازی دیگه با همین عنوان داره، گنگستر وگاس و گنگستر ریو که خیلی قدیمیه. ببخشید من صدا رو قطع نکرده بودم. ریو که خیلی قدیمیه، اما یعنی حتی رو گوشی منم نمیاد، اما وگاس رو شما میتونید هنوز بازی کنید. گیم پلیش هلوش همینه، ولی گرافیک و داستان بازی کاملا فرق داره. اینجوری نیست که بگید شما حالا مثلا چون گنگستر وگاس رو بازی کردید دیگه نیو اورلیز رو نمیتونید بازی کنید یا برعکس. خب بچه ها، این منو بازی حالت نقشه است، خیلی بزرگ نقشهش واقعا، یعنی من فکر نمی کردم بشه یه روزی تو گوشی همچین چیزی رو جا داد. منطقه مختلفی داره، همونطور که میبینید من همشو بازی نکردم، به دو دلیل بازی نکردم. حالا من چون به خاطر اینکه یک انرژی داره، مثلا بازی که انرژی داره بدم میاد، دو بازی آنلاینه در حینی که میتونه آفلاین باشه، سه همین که داستان بازی کاملا مشخص نیست که بخوای بگی مثلا هر مأموریت تو یکی از داستانهای بازیه. اینا رو میبینید من الان 3 تا گرفتم و 3 تا جام. اینا یه مأموریت‌های متفرق است که باید شما انجام بدید که بتونید داستان رو پیشروی کنید. خب بچه ها ببینید هر منطقه‌ای که آزاد میشه یه سری مأموریت‌ها داره. ببینید اینم داره، اینم داره. این مأموریت‌ها رو که شما میرید 1% است که هر شخصیت یه درصدی داره. ببینید من چپیه هم 28% دارم. هر موقع این 28% من با انجام دادن این تسکا برسه به 50% به بالا، من میتونم به خونه این بنده خدا یه اتک ریز بدم و اون منطقه رو واسه خودم کنم، کاری که با این کردم. خب بس دیگه فعلا بریم گیم پلی رو ببینیم، توضیحات بیشتر بعدش برای اونایی که علاقه من بودن و خواستن ادامه ویدیو رو ببینن. بچه های محیط بازی واقعا عالیه، گرافیکا در حد کنسولی، حرکت ها عالی و 60 FPS که به نظر من خیلی مهمه. بازی که 60 FPS نباشه رو الان اصلا ارزش بازی نداره. مثلا هیروز اند کسل 2 که ویدیوشو گذاشتم اون 60 FPS نبود، ولی واقعا عباس بازی جذاب و عالی بود و اصلا واسه مهم نبود. اما تو این بازی ها که چند تا نکته منفی داره. خب 60 FPS یه چیز خیلی پررنگ و خوبه، یه کاتسین عالی برای دزدیدن ماشین. بریم تو شهر ببینیم چه خبره. خب بذار یه ذره صدا بدم بشنوید. من یه ذره صحبت نمی کنم بعد صدا رو قطع می کنم. خب بچه این بود رانندگی بازی. خیلی چیز جذابی داره. بازی اوپن ورلد هست، یعنی هر جا دوست دارید میتونید برید بچرخید. یه چیز جالب و خوب که توی این سری بازی جدید گنگستر گذاشتن اینه که شما مثلا تو وگاس نمیتونید حریفتون رو ناکاوت کنید با یه دکمه، یعنی باید حتما تیر بزنید یا مش بزنید که بکشیدش.
اما توی اون بالا سر این بنده خدا رو میبینید، این چیزیه که جدید اضافه شده که با یه دکمه یواشکی برید پشتشون میتونید ناکاوتشون کنید، خیلی راحت بکشیدشون. اسلحه‌های مختلفی داره. من حالا زیاد آزاد نکردم چون یه مقدار سعی کردم وقتم رو بازی دیگه بذارم، با اینکه این گرافیکش واقعا حرف نداره. شلیک کردن، کشتن، پلیسا رو هم ببینیم. پشت اون پلیس رو زیر کرد، عجبا. اون وقت من ستاره میگیرم، مرد بدبخت. اینا پلیساشن. بچه ها میتونید کمین کنید هر جایی که دلتون بخواد. مثلا ببینید میدویدم، توالت دویدن، حرکات پارکور انجام میده رو جایی که بشه. ببینید ما اینو بزنیم، چرا نی؟ آها، ببینید اینجوری کمین میکنه. شلیکو که بزنیم میاد دهن سرویس کنه، ولی متاسفانه نمیدونم این دیواره خرابه، فکر کنم. مشکلی نداره، ما یه ذره میکشیم و بعد در میریم. خوبیه تمام بازی‌های در سبک جی تی آی اینه که وقتی فرار کنی پلیسا یادشون میره. ما ماشین خود پلیس رو میدوزیم، در میریم. اینم یادم رفت بهتون بگم اتفاقا، مرحله رو که رد میکنید، حالا چه مرحله داستانی بازی چه مرحله فرعی بازی، بهتون یه چیزایی به اسم اسپریت جار میده. این اسپریت جارا رو شما وقتی باز میکنید چیزای جدید آنلاکت میشه، یا چیزایی که دارید و میتونید لول اپ کنید. مثلا 2 تا بهتون میده، میتونید لول اپ کنید. که حالا چجوریه؟ میرید نقشه رو میزنید، اون پایین رو ببینید سمت چپ 5 تا گزینه داریم، یه دونش نوشته اسپریت جار. اسپریت جار که بزنید اینجا تو جای خالی اسپریت جاراتون میاد. میتونید با تایم فکر کنم 4 ساعته است یا 1 ساعت است، نمیدونم، میزنی وقتی که تایمش تموم شه میتونید بازش کنید و چیزای جدید بگیرید. حالا اینونتوری، آقا ما چیزای جدید رو حالا گرفتیم، میتونیم اینجا آپش کنیم. ببین این 2 تا میخواد، این 4 تا میخواد، ما اینجا الان داریم، اینو میتونیم آپش کنیم. این ماشینای جدیدی که آزاد شده است. بعد یه خوبیش اینه که اینجا یه گزینه دلیوری داره سمت راستیه پایین، که وقتی بزنید انگار مثلا چجوری بهتون بگم، چیت کد بوده، رمز بازی بوده. تو جی تی آی یادتونه میزدیم یهو از آسمون ماشین میومد، اینم تو همون هولوشه. ببینید تو مپ اون علامت آبی کم رنگ ماشینی که من الان زدم که بیاد، یعنی دقیقا همونه. میتونید ماشینتون رو رنگش رو عوض کنید. خوب ببینید ماشین خودتو هیچ وقت شیشه‌شو نمیشکونه سوار میشه، اینقدر رو این بازی کار شده. واقعا برای گوشی همچین بازی فوق‌العاده است، میتونید راحت ساعت‌ها لذت ببرید ازش. یه چیز دیگه هم که این بازی داره به غیر از مأموریتایی که هست و مأموریت فرعی هم که هست، یه چیزی داریم به اسم منشن. حالا یعنی چی؟ یعنی به قول خودمون فارسیش چجوری بگم، فارسیش نمیدونم دقیقاً چی میشه، ولی یه چیزی امارت. منشن میشه امارت، یادم رفته بود. این امارتی که ما داریم و میتونیم بسازیمش. اولش هیچی نیست، الان من رفتم مپو میزنی اون پایین، جز اون 5 تا گزینه یه دونه داره منشن. اینجا الان برای شماه، هرچی بیشتر مرحله رد کنید، پولدارتر بشید، چیزای جدید آزاد کنید، میتونید اینجا رو هی کامل تر کنید. کامل چجوری کنید؟ مثلا این گاراژ ما رو ببین، همش چیش خراب است. اینه الان ما میتونیم تبدیلش کنیم به این چیز حرفه‌ایه. بعد گرافیک و نگاه لعنتی، عالی دمت گرم گیم لاف. چیز بعدی هم که داریم مثلا هلیکوپتر، الان اینجوریه، ما میتونیم اینجوریش کنیم، هلیکوپتر بیاریم اینجا، فرود بیاریم. متاسفانه من خیلی خودم دوست دارم که تو این بازی پرواز کردن و تجربه کنم ببینم چه جوریه، ولی متاسفانه لولم اونقدر نیست. شما اگه رفتید برای من بفرستید من ببینم، چون واقعا دوست دارم ببینم از بالا چه جوریه. به خاطر اینکه گنگستر وگاس آفلاینه
بعد میشه هکش کرد، همه چی آزاده، یعنی میشه همه چی رو تجربه کرد، ولی این متاسفانه آنلاینه و هیچ راه هکی نداره. این بود از ویدیو امروزمون درباره گنگستر نیوردینز گیم لافت. بچه فکر کنم اولوش 1 گیگ و 200 مگم حجمش یه مقدار بالاه، ولی خب با این گرافیکی که میبینید ببینید تا کجا شهر معلومه. الان من یه هواپیما داشتم همینه تا صاف میتونستم برم همش ببینم، واقعیه. امیدوارم لذت برده باشید. حتما شده یه بارم شده یه تست بزنید به این بازی، 100% خوشتون میاد، حداقل واسه 2 هفته همه چیزاش جدیده واسهتون. بذارید تو خونه چه خبره. به به بچه، من خودم تا حالا تو خونه نیومده بودم. وردار دیگه، خب ما الان پول نداریم یه دونه ماشین بخریم یزید. بچه اینم خونشه، حالا فکر نکنم بشه شخصی سازیش کرد. خب بچه این میشه آخر و پایان این ویدیو ما. لایک و سابسکرایب من نمیدونم، خیلی جالبه. من دیپلم زبان دارم ولی هر موقع رکورد میکنم اصلا نمیتونم حرف بزنم، چیزای انگلیسی یادم میره. اونجا کسلو میگفتم کسلو نمیدونم چی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنون که منو حمایت میکنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.